قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام بینندگان و شنوندگان عزیزی برنامه های ما، امروز باز همراه شما مسلمه احمدی در برنامه ترازوی عمل هستم. چگونه که پیشتر هم گفته بودیم، برنامه‌ای که درباره مسئله های مهم اجتماعی صحبت میکند. عزیزان، امروز به نزد شما با موضوع ایپوتک و کردیت آمدم و تا کجا خطرناک بودن اینها. پیش از همه میدونید که در یک زمان زندگی داریم که موج و طوفان فتنه و مصیبت ها از هر طرف دارد مایان را احاطه می کند و اینقدر در یک زمانی پر از شک و شبهه قرار داریم که بعضا ناخودآگاه داخل یک معامله یا یک کارهای پر از فساد یا حرامی برعلام می شویم، ولی باز برای خود یا فتوا می جوییم و یا اینکه برای خود یگان بهانه می یابیم که نه، ما کارمان درست است. عیناً چگونه که دیده استاده اید در اینترنت ها، در یوتیوب، اینچنین در دیگر شبکه های اجتماعی تعداد نفران قمارباز خیلی زیادند. قماربازانی که قمار را بازیگویان به همه هر روز تشویق میکنند و بلیط خریدگویان مردم را گویا که به قمار شریک شوید نمیگویند، به بازی شریک شوید میگویند و مردم ما قمار نبو بازی کرده ایستاده میگویند، در حالی که همه میدانند که همچون آفتاب ظاهر است که این قمار است. یعنی نام قمار را ایده از قماربازان با نام بازی برای مردم شناس کردند و میبینید که چقدر نمودهای قمار دارد رایج مییابد و حتی قمارهایی که به سودا خیلی و خیلی آمیخته هستند. نگاه کنید از نمودهایش را که فلان محصولات را از ما میخری با این نرخ، بعد از این تو را ما به کار میگیریم یا بعد از این برای تو ما ارزان میکنیم یا سکیتکه میکنیم به گفته روسو. همین گونه تجارت های پر از قمار و یا آمیخته قمار و شبهه های قمار داشته هم خیلی زیاد هستند که درباره این گونه تجارت ها انشاءالله با صحبت میکنیم و میبینید که بعضی از نمود مثلا کارهای گناه بر علا رو، مثلا زنا که در شریعت حرام است، نمیگویم فلانی به زنا دست داده است، میگویم فلانی معشوقه دارد یا فلانی عاشق داشته است. یعنی با یک نام هایی که برای ما چیزهای حرام را گویا که چیزی دیگر نشان میدهند. عیناً همین گونه امروز ها مردمی که با پرسنت کار میکنن یا با ربای حرام شده کار میکنن میگن من کردیت گرفتم، نمیگن من پرسنت گرفتم، نمیگن من از بانک قرض فایزدار گرفتم، یا من خانه رو با پرسنت خریدم نمیگن، یا من خانه رو با فایز خریدم نمیگن، میگن من با ایپوتک خانه خریدم یا ماشین با کردیت ماشین گرفتم. کردیت یعنی گویا که یک چیز عادی هست و ربا چیز دیگر است. ولی چرا آخر خود رو فریب میکنیم و دیگران رو فریب میکنیم و گویا که پروردگار رو فریب داده ایستادیم؟ همگان میدانیم در موضوع ربا که یکی از مسئله های شدیداً حرام شده در شریعت ما این ربا می باشد. این ربا یا پرسنت خوردن می باشد، یا پرسنت دادن یا پرسنت گرفتن. هر دویش رو هم پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیح مسلم است که لعنت کردند و در روایت 4 طایفه رو، اونی که پرسنت میدهد، اونی که پرسنت میگیرد، یعنی آکل الربا و مؤکله و شاهدیه، نفرانی که شهادت میدهند به پرسنت دادن و گرفتن، و این چنین حتی کاتبه، اونی که می نویسد در آنجا که فلانی و فلانی داد، یعنی کارگرای که در مسئله پرسنت دادن و گرفتن کار میکنن. و آیت هایی که در سوره بقره هست از 275 تا 279، این آیت ها همشون درباره رباخوران هستند، درباره نفرانی که پرسنت میگیرند و میدهند. و الله در آنجا بر علا واضح میگوید یمحق الله الربا. یمحق الله الربا یعنی نابود میکند، برکتش رو میگیرد. عموما اون کسایی که با ربا
داد و گریفت میکنند آنها در زندگی برکت نمییابند. در پول مال آنها برکت وجود ندارد. همیشه یا قرضدار هستند یا مشکلی دیگری در مال دارند یا اینقدر پرسنت میخورند که پول فرزندی که از پرسنت بزرگ میشود به یک انسانی نشمن یا یگان بیماری دیگر گرفتار می شود و این چونین اونهایی که از کسی پرسنت میگیرن اصلا یگان خاطر جمع هم ندارند و همیشه در بی‌برکتی دارند. یعنی این وعده الله هست، یمحق الله الربا و یربی الصدقات. هر وقت شما با قرض های عادی به کسی قرض دادید یا عموما خیر و سخاوت کردید، برکت بالای شما هست. برعکس این وقتی معامله با ربا و پرسنت کردید، الله تمام برکت شما رو میگیرد. در دوامش الله میگه فاذنوا بحرب من الله و رسوله فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. وقتی ربا دادن و ربا گرفتن رو بس نکردید، وقتی دیگر از بحر پرسنت نبرآمدید، برخیزید به جنگ الله و پیامبر. شما بجنگید، برخیزید که وقتی یک انسان فقط با یک پادشاه یا یک رئیس کشور اگر جنگ اعلان کند، او را در همان لحظه پادشاه نابود میکند، حالا که در دنیا هست. اما آن رب العالمین است، پادشاه زمین و آسمان ها هست. او میگوید فاذنوا، تو با من گویا جنگ میکنی، که هر کسی که با این جنگ برخاست و یا گفتیم دادن پرسنت و گرفتن رو بس نکرد، دیگر او هرگز نجات نمییابد. اکنون بیاید نگاه میکنیم به کردیت. امروز طایفه هستند که میروند از بانک قرض میگیرند و چقدر در این عصر 21 نمودهای پرسنت هم زیاد شده است، نمودهای قرضهای ربوی هم زیاد شده است. برای خرید خانه پرسنت میگیری، نامش دیگر هست. برای خرید ماشین پرسنت میگیری، نامش دیگر هست. برای خرید از مغازه پرسنت میگیری، نامش دیگر هست. یک بانک تقریبا در داخلش 10 نمود کارت های کردیتی دارد یا اینکه کارت های پرسنتی دارد و اینجا ایده هستند که بر علاوه می روند و برای خرید خانه کردیت میگیرن. خرید ایپوتک کمی بعد دربارش میگیم، یا برای ماشین میگن با کردیت ماشین خریدم. گویا که یک چیز عادی هست. چگونه خریدی؟ یک بار ببینید. آیا بانک ماشین میفروشد؟ یا اینکه شما رفته از ماشین فروش ماشین میخرید، پول ماشین شما رو بانک به فروشنده میدهد، بعد به شما میگوید این ماشین رو پولش رو تو به من با فایزش آورده میدهی که مقدم 10% بالاتر یا از وی هم، چون هر یک بانک فایز خودش رو دارد. بعضی بانک ها از حد به انصافن تا 30% هم پرسنت میبندند، بعضیشون از آن کمتر. یعنی هر بانک در هر یک چیز فایز معینی خودش رو دارد و بانک میگویند من برای تو ماشینت رو پولش رو میدهم و فروشنده تمام پول ماشین رو از بانک میگیرد و کارش تمام است. اما بانک آن پول ماشین رو زیاد کرده در مدت چند سال از انسانی که با کردیت ماشین خرید به او میدهد. 100% همان ربای حرام است که بانک به تو قرض داد، قرض پرسنتی، تو که تو ماشین خرید. بعضی میگن نه اینجا بانک فروشنده است، بانک به من ماشین فروخت، بانک ماشین خودش رو فروخت. خیر، به محض گفته ماشینش رو فروخت، اما اونجا شرطنامه رو تو امضا کرده که اگر من دیر کردم من ماشین رو به تو همش رو میدیم، پولهایم همش میسوزد. یا اینکه من هر ماه با این مقدار زیادی فایز به تو میدهم، در اونجا نوشتگی هست 3%، 10%، 4%، بعضی ها 1% همیگونه کمی گویا و این صفتر هستند. عیناً همون ربا هست. کردیت از فایز هیچ فرق نمی کند. خرید خانه هم امروز درست آدم ها انشالله کمی بعد صحبت میکنیم فتوا رو از کجا گرفتند و چگونه فتوا گرفتند. و می توانید عزیزان اینجا بعضی شاگردها و بعضی نفرانی که گفتن ما در این باره سوال داریم، می توانید در چت یوتیوب سوال ها رو بنویسید. بی اذن الله به من کارگرها میفرستند و یا اینکه هیئت پیام میفرستند و می توانید یک لحظه که من باید خبر دهم که به تلگرام من نه، به تلگرام همسرم میفرستادید که من از آنجا نگاه میکنم ان شاء الله به هر سوال هایی که آنجا آمد. یک دقیقه که خبر دهم. اینجا نگاه کنید. آنهایی که میگویند ما خانه میخریم با کردیت، ببخشید با ایپوتک. خیلی که گفتم خیلی زمانی عجیب است که به هر یک چیز حرام یک نام موندن که ما گویا که اون رو آمیخته میکنیم و این دیگر چیز میدونیم.
ایپوتک اولا یک نمود ایپوتکی هست که در آن ایپوتک انسانی که خانه میگیرد یگان خیلی پول نمیدهد، مبلغ نمیدهد. مبلغ آن ایپوتک را دولت کاملا میدهد. یعنی میگوید شما از اینکه 4 فرزند دارید یا 6 فرزند دارید، با همین مقدار اگر خانه یافتید ما تمام پولتان رو میدهیم. حالا که اون با بانک مثلا با فایز میدهد، بدون فایز میدهد، چون بانک ها با دولت خیلی رابطه قوی دارند و این من خود شخصا از چند استادها پرسیده بودم و خطا نکنم صداشون رو هم یک بار مونده بودن که بعض زیادی علما اجازه میدن برای اون که شما ایپوتک گویان یک خانه رو میخرید، یگان تین شما نمیدهید، دولت تمام پول خانه رو میدهد، همچون کمک به عائله های سرفرزند یا همچون کمک به یک مادر تنها یا به یک مادری که مثلا شهروندی روسیه رو دارد. این یگان با که نداره، برای که شما یگان تی نداده در اونجا همه مبلغ رو دولت از نام شما داد. یعنی مسئله بین دولت و بین بانک حل شد، شما فقط یک امضا کردید. اما نمود ایپوتک دیگر هم هست. ایپوتک دیگری که شما خانه میخرید و کردیت ایپوتک در همینجا فرق میکند که اگر کردیت در یک مدتی، یعنی زود باید مدت 1 سال یا 2 سال باید پرداخت کنی یا 4 سال به دوریش، اما ایپوتک تا 20 سال 30 سال تو میتوانی پول خانه رو پرداخت کنی. اما چگونه؟ بانک اون خانه رو نمیفروشد، بانک به صاحب خانه پول خانه رو میدهد نقد. بعد از این شما که بانک رو به اینجا ایپوتک گویان مراجعت کردید، به بانک 10% مقدم زیادتر پول خانه رو میدهید، بعدا مدت 30 سال کم کم زیاد کنون به بانک پول خانه رو میدهید. عیناً باز همون پرسنت از بانک پول خانه خودش رو نفروخت، بانک به شما خانه خریده داد و در همونجا شما امضا کردید که من به تو با پرسنت این قرض دادت رو میدیم. خیر گفتیم تمام، بانک خرید. بعضیا میگن نه شما خطا میکنید، بانک خانه خودش رو به ما فروخت. اگر بانک فروخته باشد هم شما در اینجا امضا میکنید که اگر در فلان مدت دیر کردم پرسنت خانه زیاد میشود و در این مدت شما برای فروختن خانه حق ندارید، برای اینکه هنوز تا تمام پول را ندادن 100% صاحب خانه نمیشوید. چیزی دیگر یک در مابین خدای نکرده داده نتوانستید، بانک کلا خانه رو به نام خودش میکند. یعنی مثلا برای 30 سال شما خانه گرفتید با ایپوتک، 5 سال پولش رو هر ماه دادید، 100,000 50,000 دادید، بعد از 5 سال دیگر پولتون نیست، می آید اول یک چند فایز می افزاید در مدت اول، بعد از این خانه رو بانک از آن خودش میکند، اون همه پول دادگیتون رفت سوی هوا. ببینید که یعنی ایپوتک رو امروز بعضیا یک چیزی خیلی آسان، خیلی یک چیزی عادی گمان میکنن، اما بعد داخل این داخل شوید، این همون پرسنت است، این همون ربا هست که شما با بانک زیاد کرده پول خانه رو دادن میگیرید، چون وای به شما قرض داد که خانه خریده و اگر دیر کردید فایز بستن میگیرد. یگان بانک بدون فایز به شما ایپوتک نمیدهد و اینها رو یک گروه پیدا شدند امروز میگن ما فتوا داریم که این چیز حلال است، ما فتوا داریم که با کافرها معامله ربوی کردن یا پرسنت دادن و گرفتن حلال است، ما به این فتوا داریم. پیش از همه یک گروه در این زمان پیدا شدن، یک گروهی که شاید در حقیقت میخواهند به مردم کمک کنند و خطا میکنند از روی جهلی که دارند، یا در حقیقت دشمن مردم هستند که میخواهند مردم رو به قهقرا کشانند. ببینید دزدی در دولت روسیه رو اجازه دادن، گفتن اینها کافر هستند، شما میتوانید دزدی کنید. چقدر برادران، چقدر 17 ساله و 18 ساله جوانهای ما با دزدیدن یک شیشه روغن، با دزدیدن 2-3 شیرینی داخلی زندان شدن، از اینکه گفتن دزدی حلال است، ما در دولت کفر هستیم. و این چونین فتوا دادن که ازدواج های پنهانی جایز است، شما میتوانید فقط با 2 شاهد، یک تا اون ملا هست یا با یک ملا و یک شاهد ازدواج کنید، برای اینکه ما این گونه در مذهب ابو حنیفه فتوا داریم. ابو حنیفه رحمت الله علیه به این هیچ اجازه دادگی نیستن. در یگان جا یک زن میرود و با 2 شاهد خودش را زن یک نفر میکند، این گونه چیز را پیدا نمیکنه. یعنی با این نمود اجازه دادن یک چند دخترک زمین کدام نفر شده است و هنوز نه پدر و مادرش خبردار است نه خویش و تبارش. یعنی در این باره هم باید با صحبت کرد. و این چونین اجازه دادن مثلا به بعضی از
چیزهای دیگر که گویا که مثلا در دولت کفر جایز است. و میگن ابو حنیفه رحمت الله علیه به این چیز اجازه دادن، ایپوتیک گرفتن هم حلال است، کردیت گرفتن هم حلال است. عزیزان، شما یکی از کتاب‌های مرجع اساسی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، کتاب در دست من هست، فقط با دو نور با هم مقابل میشوند و نشان دادن نمیتوانم. درمو مبسوط است، کتاب مبسوط لسرخسی از آن امام سرخسی که از مرجع قوی ترین در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می باشد. هر چیزی که امام ابو حنیفه و شاگردانشان گفتند در این کتاب سرخسی دلیلش رو می بیارند که این گپ از خودشان نبود، این گپ دلیل داشت. در همین کتاب حاضر نشان می دهم جلد 14 از صفحه 57 صرف می شود کتاب صرف، باب الصرف مختصر می شود باب الصرف فی دارالحرب. یعنی در این کتاب در جلد 14 شروع می شود درباره سخنهای امام ابو حنیفه درباره اجازه دادنشان در مسئله ریبا یا در مسئله معامله های پرسنتی با کافران. اولا نگاه کنید، دارالحرب گفته شروع می کنند. دارالحرب جایی هست که یک کشوری کفار با تمام قوایش دارد به شما حمله میکند تا شما را نابود کند. از یک طرف لشکرهایش آمده شما را زده ایستاده است، از یک طرف خانه های شما را غارت کرده ایستادند، از یک طرف بیا به جنگ گفته ایستادند. در ما دو چیز است، دارالکفر است، کشوری که در آنجا کافرها زندگی میکنند، و دارالحرب است، کشوری که در آنجا کافرها زندگی میکنند و بر علیه شما جنگ اعلام کردند و در حال زد و خورد هستید. حاضر می توانید بگویید روسیه و اوکراین دارالحرب هستند به یکدیگر، چون یکدیگر رو با تمام قوه یکی به دیگری هجوم دارد و دیگری دفاع میکند. اینجا ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند وقتی یک دولت کافر ضد شما جنگ اعلام کرد، با شما هجوم دارد میکند، مال او برای شما حلال است، برای اینکه او درآمده از خانه‌تان مالتان رو گرفته ایستاده است، زمین شما رو گرفته ایستاده است. شما اگر به او پرسنت دادید و از او فایده گرفتید، شما گناهکار نمیشوید. یعنی همین مسئله یگانه در مذهب اولا ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. تمام علما، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک ابن انس و این چنین ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه رحمت الله علیه، اینها تمامشان میگویند نه، ریبا رو الله حرام کرده است و احل الله البیع و حرم الربا گفته است. ریبا در همه جا برای همه حرام است، چی با کافر باشد چی با مسلمان، چی با یک دولتی که ضد تو جنگ اعلان کرد جنگ نکرد، هر چیزی که حرام است حرام میموند. مثلا میگویند عرق نوشی حرام است، فروختنش هم حرام است، در همه جا حرام است، در همه جا حرام است. خود تو به یک کشور غیر مسلمان بروی، خود در کشور خودت بمانی. مثلا زنا حرام است، گناهی کبیره است، در کشور خودت هم گناهی کبیره است، در دیگر جا روی هم گناهی کبیره است. قمار حرام است، در کشور خودت هم حرام است، در کشور کفار هم رفتی با آنها هم قمار باختن حرام است. این سخن جمهور علما هست. یگانه فتوای از ابو حنیفه رحمت الله علیه هست که میگویند با کافران نه، با کافرانی که بر علیه شما جنگ اعلان کردن، دولت شما را نابود کرده ایستادن، پول و مال شما را گرفته ایستادن، دارن هجوم میکنن که نابودتان سازن، شمایان میتوانید به آنها پول دهید و پرسنتش را خورید. نه اینکه شما از آنها پرسنت گیرید، ببخشید، نه اینکه شما به آنها پرسنت دهید، نه اینکه شما روید و از او قرض گیرید و بعد از این به او فایده رسانید. عکس این، تو به وی قرض میدی و فایدهش رو میگیری. اینجا میگن او بر زوجش میدهد، از اینکه رفته پول چیزش رو از خانهش کشاله کرده میگیری یا اینکه به زور میگیری، پرسنت دادنت چی است؟ به آنها جایز است. نگاه کنید که امروز یک چند نفر بر آمدن و همین سخن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتاب مبسوط نگاه کنید، میگویند در دارالحرب، کشوری که حرب است، یعنی کشوری حربی جنگی با مسلمان ها می جنگد، تو حق داری که به آنها قرض بدی و پرسنت خوری. این رو عکسش رو گرفتن و امروز یک چند نفرها به من رسید که حتی بعضیشان از اهل موعظه و از اهل دعوت هم هستند. اینها یک چند نفر پیدا شدن و اینجا میگویند شما چیکار کنید؟ روسیه دولت کفر است، شما می توانید در اینجا کردیت گیرید، در اینجا
برای پرسنت قرض گیرید، در اینجا ایپوتک گیرید، همه این چیزها حلال است. جوابتان کجا است؟ از کجا گرفتید؟ میگویند ما این رو فتوای ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. پیش از همه عزیزان ببینید، انسان هایی که برای خود فتوا میکنند برای همه گناه خود فتوا گفته میتوانند. برای همین یعنی هر جا هست یک عالمی رو، نمیگم عالمی، یک نفری رو پیدا میکنید که برای چیزی که حرام است یا بعضی چیزهایی که شبهه هست این طرف و اون طرف یک فتوای برای خودش پیدا میکند. همین گونه انسان ها رو پیدا میکنید. اما مشکلی در این است که این نفرانی که میگویند ابو حنیفه رحمت الله علیه گویا که به این چیز اجازه دادن، تهمتی بر علا به ابو حنیفه رحمت الله علیه میکنند. ابو حنیفه رحمت الله علیه اجازه ندادن تو بیچاره شوی، از یک کافر پول گیری، تمام عمرت به او قرضدار باشی. این رو هرگز اجازه ندادن. در یگان جا به این چیز اجازه ندادن. ابو حنیفه گفتن دشمنی که اومده تو را نابود کرده ایستاده است، برای اینکه مال تو برای او حلال شده و به مال تو دست درازی میکند، تو هم به او قرض بده و پرسنتش رو گیر، برای اینکه یک دشمنی هست که خانت رو دارد نابود میکند. از این چیزها گفتن، نگفتن که تو میروی و خودت برعکس به دشمنت کمک میکنی. اینجا ببینید فتوا رو چگونه غلط فهمیدن و اینقدر برادرانی هستن که به مدت 30 سال، به مدت 25 سال، به مدت سالهای دراز برای خود ایپوتک گرفتن یا اینکه با کردیت خانه گرفتن. بعد از این وقت همراهش صحبت کردی، نام یگان نفر رو میگیرن که انا فلانی اجازه داده است. مگر این عیناً مانندی کردن به یهود و نصرانی ها نیست؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. آنها علمای خود را برای خود خدا ساخته بودند. وقتی به پیامبر گفته می شود که آنها به علمای خود سجده نمی کردن، پیامبر میگویند حلال را حرام میکرد، حرام را حلال میکرد، آنها سرخم میکردند. گپی تو راست است میگفتند، به کتابشان بر نمیگشتند. همین عالم من چی را حلال کند همین حلال است، چی را حرام کرد همون حرام است میگفتند. انا این گرفتن خدا هست. یعنی اینجا وقتی اینقدر آیت های قرآن کریم است، اینقدر احادیث آمده است و شما ندیده میگیرید اینها رو و میگویید نه ابو حنیفه اجازه دادن. چگونه ای که گفتم این تهمت بالای ابو حنیفه است. ابو حنیفه هرگز این نمود. روسیه که شما با عهد و پیمان اونجا در آمدید، آره دارالکفر است اما دارالحرب نیست. جایی که شما با عهد و پیمان رفتید، حتی شهروندش شدید، حتی کمک‌هایش رو میگیرید، در اونجا خانه خریدید و آرزو دارید که تمام عمر نفقه اونجا رو خورید، فرزنداتون از اونجا کمک گیرد. بعد میروید و میگید اینها دارالحرب است، با اینها پرسنت دادن و گرفتن حلال است. خیر گفتیم، هر شما دارالحرب حساب کردید، خیر مثلا. اما خیلی که گفتم ابو حنیفه نگفتن که تو از او قرضدار شو و تمام عمرت به او برای ایپوتک 30 سال و 20 سال قرض بده. قرضهای پرسنتی که هر ماه این ماه ندادی و زیاد می شود، با چند وقت دیگر ندادی خونت رو از دستت می گیرن. باز تو حق نداری به اجازه بانک اون خانه رو فروشی. بانک تو رو گویا در احاطه خودش قرار داده است، زیر دست خود کرده است. یکی ببینید به مینوس های ایپوتک به روسی نویسید هم میبروید چقدر ایپوتک مشکل زا است برای نفرانی که با این کار میکنند. یعنی 10 سال 20 سال 30 سال قرضدار یک بانک، اون هم قرض عادی نه، قرض پرسنتی. کردیت رو نگاه کنید. امروز برآمده است کارت هایی که تو یک ماه میتوانی تا 20,000 از این کارت استفاده کنید. در همین ماه اگر موندی یک روز دیر کردی 20,000 به 21,000، بعد بعضیش حتی زیادتر 20,000 به 20 چند هزار تبدیل می شود. این رو هم میگیرند و چند نفر استفاده میکنند. ببینید مردم چقدر در مسئله ریبا، در مسئله پرسنت بی‌پروا شده ایستادند و ایشان رو این حرامخوری ها به کجا برده ایستاده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم قرض پرسنتی یک طرف استاد که در بارش گفتیم این بر علا اعلان کردن جنگ با الله و پیامبر است. این بر علا نابودی برکات است. این بر علا آمیخته شدن به حرامی هست که الله گشته و برگشته در قرآن کریم درباره صحبت کرده است. این پرسنت یک طرف استاد. حدیث در سنن ترمذی هست به مردی که قرضدار بود، قرض عادی داشت پرسنت، نه پیامبر جنازهش را نمیخواند و میگن آیا این مرد قرضدار بود؟ وقتی میگن آره، پیامبر میگن صلوا علی صاحبکم، شما به این دوستتون نمازش رو بخونید، من نمیخوانم. ابو قتاده وقتی خسته میگن پیامبری الان من قرضش رو پرداخت میکنم بعدا نماز میخوانم.
و البته بعد از این وقت پیامبر دستشان وسیع می شود، میگویند هر کسی که قرضدار است من قرض او رو پرداخت میکنم و نماز تمام قرضدارها رو میخواندن، پیش از آن پول قرض او رو میدادن. یعنی همین حدیث پیامبر رو تمام علما میگیرند دلیل و میگویند این حدیث دلالت به آن میکند که قرض عادی هم یک زجر است، یعنی انسان رو به دروغ میکشاند، به پستی میکشاند و در ما حدیث پیامبر است برای انسانی که شهید است تمام گناهش بخشیده می شود به جز قرض، چون قرض حق ناس است، حق انسان ها هست. در آنجا به جز الله تو یک انسان رو هم حقش رو خورده ای، مگر اینکه انسان در حقیقت عذر داشت که این مسئله تمام مسئله دیگر است. پس اینجا این نفرانی که میگویند نه ببینید ما از اینکه به یک انسانی کافر هر ماه اجاره دهیم بهترش اون رو به بانک میدهیم و در مدت 20 سال صاحب خانه میشویم. و گفتن خیلی آسان است، خیلی چیزی خوب. تو هر ماه اجاره خانه که مثلا 15,000 است، 15,000 رو به اجاره ده نمیدهی، اون رو میدهی به یک بانک و بانک به تو خانه میدهد مدت 30 سال خانه خودت. اما همین طور آسان بانک به شما خانه میدهد، یا اینکه در اون 15,000 که شما به بانک میدهید تقریبا 2,000ش یا 1,000ش یا بعضا انصاف کرد و کمترش کاملا پرسنت است. و این چونین شما پرسنت رو به مدت 30 سال گرفتید، 20 سال گرفتید، 25 سال شما پرسنت میدهید. ببینید که آیا از طرف کسی به شما کفالت هست که شما این 30 سال زندگی میکنید. برادر 30 ساله است به حضور به یگان ترس میگوید من پس از 30 سال همین خانه 5 دره از آن خودم میشود و من در این 5 دره خانه زندگی میکنم. اما به چه قیمتی مدت 15 سال تو پرسنت میدهید؟ پرسنتی که الله میگوید تو جنگ اعلان کردی بر من و پیامبرم، پرسنتی که الله میگوید تو برکت نداری، پرسنتی که پیامبر ملعون گفتن، لعنت کردن و یک پدر و مادر لعنتش یک طرف استاد. این لعنت پیامبر است هر کسی که با پرسنت کار میکند. در آخر چی؟ یکی در این وقت مرد. ببینید یک نفر برای 15 سال خانه گرفت، برای 10 سال ماشین گرفت، در داخلش وفات کرد. بعد از این چی میشود؟ به نزدیکی با خواهر صحبت داشتم، میگوید شوهر من هم خانه رو هم ماشین رو کردیت گرفته بود، یک بار سکته دل شد و مرد. میگوید در خیالش هم نبود که او میمیرد. هم ماشین خیلی خوب گرفته بود، هم خانه خیلی خوب گرفته بود. یک بار سکته قلب شد و وفات کرد. یک بار. اکنون میگوید بانک بالای من میگوید یا پول خانه رو، یعنی همون قسط یا قسمتی که باید بدادی، یا اون رو به ما بده، یا هم خانه رو از آن خود میکنیم هم ماشین رو، یا هم خانه از آن. خواهر میگوید من حیران ماندم، میگوید من برای این خانه و برای این ماشین باید حدود 40,000 باید پرداخت کنم، مثلا حدود 40,000. از اون زیاد بود یا کم بود دقیقاً در یادم نیست. اما میگوید من این پول رو ندارم، شوهرم که وفات کرد و خوب کار میکرد دیگر معاش ندارد، من از کجا این پول رو دهم؟ الان میگوید هم خانه دست من میرود هم ماشین. من موندم و دیگر قرض های شوهرم و این هیپوتک و این کردیت من چیکار کنم الان؟ در یاد ببینید این یک طرف، یعنی این بیچاره زن با فرزندها که وقت قرض رو دادن نمیتواند و هم خانه رو از دست گرفتن هم ماشین رو. اما جزای اون مرد اونجا چی هست؟ جزای اون مردی که الله برای او وعید کرده هست، هم در قبر هم این چونین در داخل قبر. در ما حدیث پیامبر است که انسان هایی که با پرسنت کار میکنند همیشه تا روز قیامت در برزخ در بحر خونین هستند، در داخل بحر خون دوران غرق میشوند و برآمدن نمیتوانند. و این چونین الله میگوید اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یعنی حتی عادی نه، هم فیها خالدون میگوید الله. اونهایی که با پرسنت کار میکنند اونها در دوزخ هستند و آنجا همیشه میمونند. پس این نفرانی که اینقدر به آسانی 20 سال است میگیریم، 30 سال است میگیریم، هیچ پروا هم نداریم که ما کردیت داره میگیریم یا هیپوتک،
برای شما که کفالت میدهد که سال آینده هستید. سال آینده یک طرف است، همین فردا آیا شما هستید یا نیستید. و در یکی از نوارها هم یادرس کرده بودم عزیزان، در همین زمین لرزه‌ای که روز ششم در ترکیه شد که پروردگار صبر جمیل بدهد و تمام نفران آفت زده ها و آنهایی که وفات کردند پروردگار مغفرتشان کند. اکثریت مردم در این کشور، اکثریت مردم، شاید سر خانه گویم یا هر یک نفر دوم، قرضهای کردیتی دارند برای خرید خانه. یک نفر به یک خانه صبر نکرده است. یعنی زیادی ها خانه میگیرند به کردیت و به اجاره میدهند، میگویند اجاره را میگیرم و به بانک میدهم، در مدت 20 سال این خانه از آن من است و گویا که من هیچ پول ندادم. یعنی اجاره نشین می نشیند به خانه که از کردیت است و صاحب خانه از کردیت را میگیرد و به بانک میدهد. همین گونه اینقدر به آسانی صاحب 1 2 3 4 5 خانه بودن و به حضور میگفتن همین خانه رو هم به کردیت میگیرم. یعنی در کجای خانه ندیدید خانه این افسوس، مردم الکی در اطرافش هستند. در اینجا ببینید که مردم در چه حالت هستند. مردم در چه حالت هستند الان با اون زمین جنبی، اون همه خانه ها هم زیر خاک شد، اون همه نفرانی که کردیت گرفتن یا ایپوتک گرفتن هم از دنیا رفتن. اما سوال و جوابش به الله چه است؟ اونهایی که گفتن بعد از 20 سال من این خانه کاملا از آن من است و دست به پرسنت زدن، دست به خون زدن، دست به این حرام کرده الله زدن، حالتشان چی میشه؟ یعنی باید فکر کرد که آیا برای ما کفالت است و گفت روزها گارانتی هست که سال آینده هستید که نترسیده کردیت میگیریم، نترسیده ایپوتک میگیریم، نترسیده من برای 1 ماه دیر نکرده پول رو برمیگردونم گویان از چند بانها قرض میگیریم. اینقدر زیاد هستن نفرانی که رفتن با قرض بانکی خانه گرفتن، آشخانه ساختن، ماشین گرفتن، تلفن گرفتن، حتی برای خانه یک چیزهای عادی گرفتن. اما با چی؟ با پرسنتی که پیامبر لعنت کردم، با پرسنتی که الله میگوید شما خیر نمیبینید، یمحق الله الربا، الله برکت آن را نابود میکند. برای همین در مسئله کردیت، نامش کردیت است، خودش همان ربای حرام کرده است. در مسئله ایپوتک باید خیلی و خیلی احتیاط شد و بدونید که این چیزی عادی نیست. الان اینجا بعضی ها میگویند به فکر شما چی؟ ما تمام عمر اجاره دهیم؟ به فکر خود شما چی؟ تمام عمر شما قرض پرسنتی دهید، تمام عمر اجاره دهید، قلبتون آرام است، میگوید من از کسی قرضدار نیستم، پول همین ماهی خانم رو دادم و زندگی میکنم. کسی بالای شما مجبورتان نمی کند که دیر کردی همین چیزهای تو رو میگیریم، دیر کردی همین مقدار بالای تو پرسنت میبندد، یکی از دنیا رفتی فرزند تو، زنی تو قرضدار است. کسی این رو نمیگوید. این آرامی است، این آزادی هست. اما برعکس دوران خود رو بند و زندان میکنن، دوران خود رو به نزد بانک رفته میگن دستهای ما رو ببند و به من 1 خانه ده، به من 1 ماشین ده، یعنی خریده ده، دهنه خریده ده. بعد از این میبینید همیشه از پای دادن کردیت و زیادی مردمی که با کردیت کار میکنن هیچ خیری رو در چهرهشون هم نمیبینید. همیشه سرگردان، پریشان، دیر کردم این ماه تمام رفت، کردیت زیاد شد، کردیت زیاد شد، هیچ برکت در خاندان نه. بالای این بی برکتی های معنوی هم از بیماری و از 1001 درد بلا می آید. و اینجا عزیزان بعضی سوال ها هست و سوال ها جواب می دهم، اگرچه بعضی قصه های در بارش بود، ولی بگذاریم به بعضی سوال های شما. نفر میگوید شما انیق نگفتید که ایپوتک کی با ایپوتک در روسیه خانه گیریم یا نه. عزیزان چه خیلی گفتم، ایپوتک 2 نمود است. ایپوتک هست که اون ایپوتک رو همش رو دولت محکم میکند. مثلا روسیه برای شما میگوید شما 4م فرزنددار شدید، روسیه برای شما 1.5 میلیون پول جدا کرد. با همین 1.5 میلیون پول شما خانه گیرید، فقط خانه گیرید. شما میروید و همین 1.5 میلیون پول رو کاملا برای خانه میدهید یا برای بانک میدهید، بانک برای شما خانه میدهد. یا همون چکی که برای 1.5 میلیون هست میروید و به بانک میدهید، تسلیم میکنید. یا به بانک میگوید که دولت به من همین گونه پول جدا کرده است، این رو گیرو به من خانه ده. بانک از طرف یگان نفر به شما خانه یافته میدهد، اما شما خلاص هستید، شما یگان تین پرسنت نمیدهید، یگان تین پول ایپوتک نمیدهید. چرا؟ برای اون که کلی پول خانه رو بانک از دولت گویا گرفت.
دولت تمام ایپوتیکای شما رو محکم کرد با ماترینسکی کپیتال یا گفتیم کمک که به مادر دولت میدهد. یعنی این خانه گویا هدیه از طرف دولت به دست شما آمد، چون شما یگان تین صرف نکردید، همش رو دولت داد. این کاملا حلال است. برای چی؟ برای اون که کاملا خانه رو به شما دولت داد. پولی ایپوتیک باشد هم دولت به بانک گذاشت، شما فقط یک امضا کردید. این یک نمودش. دویم نمود دیگری هست، این رو هم یکی از نمود حلالش گویم. شما دولت برای شما مثلا 700,000 روبل جدا کرد که با این خانه میخری، برای خانه. یعنی شما باز 700,000 دیگر دارید، 700 و 700 چی میشود؟ 1,400,000 میشود. یعنی به 700,000 دولت شما 700,000 نقدی که در دستتان هست همراه کردید و رفتید و خانه خریدید و بانک همچون ایپوتیک امضا کرد و تمام پول رو به دستش دادید. شما یگان خیلی قرضدار نیستید از بانک، پول رو خانه رو از آن خود کردید. دیگر خانه کلا در نام شما هست. چیکار خواهید میکنید؟ خواهید میفروشید؟ خواهید اجاره میدید؟ چیکار خواهید میکنید؟ و شما هر ماه یگان خیلی به دولت قرضدار نیستید. این هم بوکه ندارد، برای اون که شما اگرچه نام ایپوتیک است اما یگان خیلی شما قرض هر ماه نمیدهید. اما نمود حرام ایپوتیک این است که شما به بانک رفته مراجعت میکنید که به ما خانه لازم است. بانک به شما فرم یا کاغذ میدهد، پر میکنید اونجا رو و اونجا می نویسید که مدت 30 سال من به بانک مثلا 20,000 میدهم هر ماه. و مدت 30 سال شما اگر 20,000 دادید چقدر می شود؟ اینجا می شود مثلا 2.5 میلیون می شود. حساب کتاب رو ویران کردم. یعنی مدت 30 سال شما به بانک پول میدید، اما بانک از شما پرسنت میگیرد. دیر کردید یکی خانه رو بانک کشیده میگیرد و پول خانه اگر 1.5 میلیون باشد بانک این خانه رو به شما 2.5 میلیون میفروشد. 2.5 میلیون نمیفروشد، یعنی پول خانه رو دادم تو 2.5 میلیون کرده به من میدهی میگوید و هر ماه شما باید پرسنت دهید. اگر ندادید باز پرسنت زیاد میشود. هر چی دیر کردید هر چی پرسنت زیادتر، هر چی دیر کردید هر چی پرسنت زیادتر. انا این کاملا ربا هست که در شریعت حرام می باشد. یعنی این نمود ایپوتیکی که شما نامش ایپوتیک گویان خانه خریدید و به بانک هر ماه پول میدید که پول پرسنت دارد 100%. کاغذش رو یکی گرفته خونه در اونجا نوشته است که شما چند فایز پرسنت داده ایستادید. یکی دیر کردید باز اون فایز چقدر می افزاید. انا این در شریعت عیناً همون ربایی هست که الله میگوید فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بس نکردید و جنگ الله و پیامبر برخیزید. و سوال ها از زیاد نشوند همایلش، برای اون که اگر زیاد شد به بعضی شاید وقت نرسد. سوال دیگر، پول ایپوتیک ندهید، به این هم پول اجاره خانه میدهید. خانه اجاره صاحبش خوجاین هر دفعه نصرینی رو ویران میکند. از اجاره پول ایپوتیک دهیم بهتر نه؟ من همین رو گفتم در موضوع، همین رو گفتم که از اجاره ایپوتیک دهیم بهتر نه گویان تمام عمر بعضی پرسنت میدهند. اما این بر علا بدتر است. برای چی؟ یکم شما گناهکار شده ایستادید، دویمش این است که شما اجاره رو میدهید، اگر ندادید شما برآمده از خانه میروید، اما ایپوتیک رو ندادید پرسنت می افزاید و اون خانه تا مدت 30 سال 100% از اون شما نیست. شما اون رو به اجازه بانک فروخته نمیتوانید. باز کمی دیر کردید باز کمی پرسنت میبندد، اما اجاره پرسنت نمیبندد. اجاره پرسنت نمیبندد و شما رو از آن خودش کرده بالای سرطان دیر کردی باز قسط تو یا اینکه فایزی تو افزود نمیگوید. اگر کردیت یا ایپوتیک به پرسنت باشد چی؟ کردیت به ایپوتیک به پرسنت شده نمیتواند. قرض عادی از قرض عادی حلال است در شریعت، اما کردیت هم ایپوتیک هر دو هم پرسنت دارند. به پرسنت کردیت و ایپوتیک وجود ندارد. کافر از من قرض پرسد به پرسنت هم می شود. کافر از شما اگر قرض پرسد در دارالحرب، کافری که با شما به دولتتان جنگ اعلان کرد، دارد به دولت شما هجوم میکند، یگانه در مذهب ابو حنیفه اجازت است. میگویند دولتی که به شما جنگ اعلان کرد و دارد به شما هجوم میکند و نابود میکند، فقط در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه. دیگر تمام علما حتی ابو یوسف از شاگردان ابو حنیفه رحمت الله علیه و نویسنده تقریبا کتاب‌های اساسی این مذهب میگویند نه، حرام هر جا باشد حرام است. حرام هر جا باشد حرام است، خود در کشور مسلمان، خود با مسلمان، خود با کافر.
سوال دیگر، با بانک های روسیه با پرسنت پول مانع می شود؟ با خیلی که گفته استادم پرسنت در همه جا همه نمودش حرام است و گشته شاید می توانید چیزی که من در این باره صحبت کردم از نو گوش کنید. فرق کردیت و ایپاتیک را می گفتید. اخیرا سوال بود عزیزان، ایپاتیک فقط برای خرید خانه یا زمین یا پمیشن میگویم با روس‌ها، یعنی عقار اساسا استفاده میکنن برای عقارها، خانه یا باغ یا هر مثلا مغازه، هر چیزی که غیر منقول است و مدتش هم دراز است، تا 30 سال و 25 سال دوام میکند، تا 30 سال و 25 سال دوام میکند. اما کردیت مدتش کوتاه است، پرسنتش زیادتر است و برای همه چیز شما کردیت میگیرید. عادی هم میگید به من پول در کار است میروید و پولی قرض پرسنتی میگیرید، بعضیا برای 1 سال، بعضیا برای 5 ماه، بعضیا برای مدتی دیگر دیر کردید پرسنت بستن میگیرد و حتی همان لحظه ای که شما گرفتید میگوید بعد از 1 ماه دیگه هم زیاد میدید. یعنی کردیت قرض های پرسنتی هستند که در مدتی کوتاه با فایزی زیادتر هست و برای همه چیز عادی، یعنی کارت هم میگیرید که در داخلش پول است اما اون رو به بانک هر ماه زیادتر کرده میدید. ایپوتک اساسا برای خرید خانه، برای خرید باغ و برای خرید مثلا کوارتیر برای شما بانک میانه روی میکند و با فایزی کم مدت 20 سال 30 سال به او شما قرضدار میشوید و همون پرسنتی که الله حرام کرده است و پیامبر لعنت کردن و نابود کننده برکات است و اون میدهید. این بود عزیزان موضوع امروزه ما درباره ایپوتک و کردیت. اگر سوال های هست باز می توانید بنویسید، ان شاء الله برنامه های دیگر با هم درباره صحبت میکنیم. ولی اینجا این رو بدانیم که چیزی که حرام است حرام باقی میماند، اگرچه نامش دیگر شود، اگرچه برایش فتوا یابند. برای همین در این مدتی کوتاه در عمری که وقتی شب می شود شاید به سحر نرسیم، وقتی سحر شاید به شب نرسیم و همین زلزله ترکیه برای ما یک نشانه برعلا بود، دلیل عیان بود که انسانیت برای فردای خود هیچ کفالتی ندارد. بیایید به حرام دست نزنیم تا زندگیتون با برکت شود، هم اعصاب شما آرام باشد، هم قلب شما آرام باشد که در حرام زندگی نمی کنید. تا برنامه های دیگر در پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت سفر طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.